این دعای پدر من بود که الله مهربان شمال را امر کرد و شمال ورق را درون دایره بود. گفت آچه به خاطر آمدم که پستر نالش کن. این نالشی که تو داری گفت زنی من ناراحت شده ایستاده. گفت دوان نزدم پلاکت آمدم که نام و نسب من کلام کردن نویسه که جای اول رو همین گیری. مادر مهربان چشمهاش کشاده، دهنهاش کشاده، جانش در الله مهربان سپرید. پروردگارا من سبب شدم و فرزند من ناراحت شده ایستاده است. الله مهربان آخران دعای من همین که جان من قبض کن و فرزند من ناراحت نشد. پدر من بیمار بود. من 1 ماه کتاب ندیدم. شب و روز خدمت پدرم میکردم. همین روز حتی من دیر کردم. ما جوانا به خاطر زن پدر و مادرمون میجرندونیم. قصه میکند یک جوان مادرم بیمار شد، حالتش بسیار وضبین شد. ساعت 2 شب شد، نالش مادرم بلند شد. زنم گفت که مردک رو این مادر تا گپ زن که پستر نالش کند، برای که در این نالش مادری تو خوابی من نمیبرد. جوانی ناخلف بالای سر مادر آمد. گفت مادر گفت بچه جان. مادر گمان کرد که این مادر فرزندش مادرش بیمارخانه بلنسه میبرد. گفت بچه جان ساعت 2 شب است، برای چی خواب نمیری؟ گفت آچه به خاطر آمدم که پستر نالش کن. این نالشی که تو داری گفت زنی من ناراحت شده ایستاده است. کمتر گفت پستر نالش کن. مادر وقتی که این گپی فرزند را شنید گفت بچه جان فهمیدم. گفت بعضو رفته خواب کن، اگر که رنجانده باشم بخشیش. بعدم مادر که در طاقت میکند خود چقپی. سحری فرزند از خواب خیست. مادر مهربان چشمهاش کشاده، دهنهاش کشاده، جانش در الله مهربان سپرید است. فرزند پیشانهاش بست، آوازش بلند کرد که مادر من مرد است. برد در قبر سپارید. خانه آمد. زنش یک مکتوب داد. گفت مردک این مکتوب از تگ بالشت گفت خوشتامنم مادرتان پیدا کردم، نخواندم کو یک بار خوان. بعدم فرزند گرفت مکتوب خواندن شروع کرد. گفت بچه جان وقتی که تو جوان بودی، تو خرد بودی، تو دردمند میشدی، من تو را جاش می آمد تا بنگاه طبی تا بیمارخانه ماشین نیفتد یا دوام می بردم. وقتی که تو خرد بودی در روی حولی قدم می زدی، من قبط گوشت می گرفتم. بچه جان عزیز وقتی که تو در اشکم من بودی، دکترها گفتن که اگر تو را ما جراحی اپراسیون نکنیم فرزندت از دنیا میگذره. به خاطری که تو از دنیا نگذری من راضی شدم که اشکمی گفت من چاک کنن و توی بیرون برارن. وقتی که بچه جان پدرت نبود، من برای تو هم پدر شدم هم مادر شدم. لیکن امروز که تو زن گرفتی من فهمیدم که من برای تو در کار نشدیم. همیشه در حق تو دعا میکردم، از خداوند میپرسیدم. امروزم آخران دعام از خداوند کردم که پروردگارا من سبب شدم و فرزند من ناراحت شده ایستاده است. الله مهربان آخران دعای من همین که جان من قبض کن و فرزند من ناراحت نشود. وقتی که فرزند این مکتوب را خواند دوام رفت بالای قبر مادر خودش پرتافت. الکی مادر نبود. امروز برادران عزیز گرامی یا باید تفکر و فکر کن برای مادرمان چه خدمت کردیم. زنمان تلفن میکند چی بیار، یا بلاک پامپرس بیار، میبیاریم. پیش فلان داملو میری 50 میری داملو یک دعاته. همین سحری برادر از گرامیت دست بردار که مادر در حق من دعا کن، من کجای برآمده میرم. امروز کی دعا گیرید؟ پدر و مادر داریم. برادر اینجا مردم من دیگه آبی دیده دارم، برای پدر و مادر ندارم.
ما پدر و مادر داریم، به قدر پدر و مادرمون نمیرسیم. یکی رفت و دست برداشت گفت بچه‌م خداوند جوانی مرگ کنه، جوانی مرگ میشه. یک جوان قصه میکنه آمد امتحان بود، باید من امتحان میسپاریدم، در دانشگاه داخل میشدم، لیکن تقدیر الله مهربان بود، پدری من بیمار شد، دیگر من در امتحان درس رو کردن نتونستم، اما کتابم محکم کردم، حالت پدرم وضبین شد، شعبه نجات ما و شما رانیماسیون میگن همونجا بردن. دیگه من دفترم جمع کردم، کتابای جمع کردم، خدمت پدرم میکردم. بعدم پگاه امتحان بود، نزد پدرم خواب کردم، از حسابی که نگهبانی پدرم میکردم خوابم برده مانده است. خواستم که وقت امتحانم قریب گذراتم، پدری بیمارم، من گفتم پدر یک دعا کن در حق من امتحان میرم، لیکن شما سبب شده بودید پدر جان، من تیاری ندیدم، من خدمت شما کردم، و در حق من یک دعا کنید. بعدن گفت پدرم دعا کرد و آمدم امتحان سپاری. همون امتحانی که سوالات تستی بود، من باوری دارم میگوید که 70% مثالای من کار کردگی نبودم. خانه آمدم نگاه کردم کتابایی که من 70% خطا کار کردیم. آمدم خانه، بعدن از بین چند روز گذشت اعلان شد که جواب همون جوابنامه ها برآمد، کی گذشت کی نگذشت برآمد. آمدم گفت در یک دیوار همون نامه ها آویزان کردگی، لیکن در یک پلاکت دیگر بسیار با یک زیبایی نام یک نفر رو نویسه که جای اول رو این گرفت. بعدن گفت من همین چیزی که زده بودن همون پلاکت من به تعجب آورد، گفتم این کی یکم جا را گرفته بوده باشد. گفت دوان نزد همون پلاکت آمدم که نام و نسب من کلام کرده نویسه که جای اول رو همین گرفت. گفتم سبحان الله، نباید این گونه باشد. رفتم پیش رئیس کمیسیه، گفتم رئیس کمیسیه در حقیقت من بهای خوب اسپاریدگی نیستم، این تعریف نامه‌ای که در اینجا نوشتی در زیر این نام من است، من لایق اینجا هم نیستم، برای که من مثال را خطا کار کردم، من باوری دارم. گو یا بار همون کاغذ ورق من بیار، من یک بار بینم کو همین در حقیقت من کار کردم یا نه، شاید شما خطا کرده باشه. بعدن گفت بچه جان یک گپ میگم بین خودمون، گفت روزی که شما امتحان سپردیتون من همه کاغذهای جمع کردم، خانه بردم، بعد اما مقصد که سوالای شما ندیده برام، خانم که در لب دایره بود، شب بود، یک شمال شد، از بین همون قدر کاغذها یک کاغذ در دایره رفت، همین قدر حرکت کردم پیدا کردن نتونستم. بعدا نگاه کردم کاغذ همه هست، نام و نسب تو کاغذ تو نیست. من گفتم شاید این بچه در 5 کار کرده باشد، اگر که من این را 4 مانم ناعدالتی میشه. و همین خاطر بچه جان گفت من بهای تو را 5 ماندم. جوان گریان شد، گفت میدانی معلم برای چی نام مرا جداگانه در اینجا نوشتی؟ گفت نه بچه جان، گفت از حساب دعای پدرم گفت پدر من بیمار بود، من 1 ماه کتاب ندیدم، شب روز خدمت پدرم میکردم، همین روز حتی من دیر کردم، پدر بیمارم دعا داد که بچه موفق شو. گفت از همین حساب دعای پدر من، گفت از بین 200-300 ورق، گفت برای چی نام و نسب من در درون دایره رفت؟ این دعای پدر من بود که الله مهربان شمال را عمل کرد و شمال ورق را درون دایره بود. امروز برادران از گرامی، این پدر و مادری که ما داریم دست بردارد دعا کند که بچه‌م برکت نمیابی. جوان آمد گفت یا رسول الله، گفت پیغمبر نازنین، پدر و مادر من بالای من چی حق دارد؟ گفت مالک، گفت جنتک و نارک، گفت پدر و مادر تو جنت تو و دوزخ تو، خدمت پدرت کردی، خدمت مادرت کردی، جنت میره. اگر پدر و مادرت رنجاندی، گفت تو دوزخ میره. ولی بین بهار آمد، نیامد بوی مادر،
بهار آمد برادران عزیز. بعضی همون مادران مردن، علف ها برآمدن. مادری کی از قبر پیدا شد پیش ما آمد؟ نمی بیام برادر عزیز. بهار آمد نیامد بوی مادر. شدم پزمان و روی و چشم مادر. نمی ارزد هزاران نوده ای گل، نمی ارزد هزاران نوده ای گل به یک تار سفید موی مادر. گفت اینقدر گل های زیبا هست به یک موی سفید مادر برابر نمیشه. لیکن پدر و مادرای ما امروز قدر ندارند.